یه سری سوال کوتاه که آیتم جرأت بهش میگن. هر چیزی که فکر می‌کنی میتونه جذاب باشه جواب. آخرین باری که واقعا ترسیدی کی بود؟ آخرین باری که ترسیدم یه استخوان کوچیک گلوی دخترم گیر کرد، اونجا خیلی واقعا ترسیدم. تجربه اینو داشتم من موقعی که حتی بچه‌م بودم، آدمی بودم که از ته گلوی چیزی رو بکشم بیرون، ولی خب دختر خودته و شرایط فرق میکنه. از چی تو زندگی بیشتر ناراحت میشی؟ کسی منو بشناسه ولی تهمت بزنه نمیتونم زیاد درک کنم. از اینکه مثلا مردم میان یه چیزایی مثلا کامنت میذارن بدون اینکه اطلاعی داشته باشن، اینا ناراحتت میکنه؟ نه، من زیاد اونقدر کامنت خون نیستم، یعنی فکرم به این چیزا درگیر نمیکنم. نظرم راجع به اطرافیان دور و برم. تا حالا شده با مربی دعوات بشه؟ آره خیلی. دعوای خوب که برای تیم کمک میشه. یعنی بیشتر در دعوای مورد بازی بوده؟ برای بازی. آره. وقتی از کسی خوشت نمیاد چجوری نشون میدی؟ راحت قطع رابطه میکنم. اینجوری نیست که مثلا به روش بیاری؟ اگه خیلی بدم بیاد قطعا تو روش میگم من باهات حال نمیکنم، چون زندگی شخصی خودمه و خودم باید تصمیم بگیرم و من از گفتار چیزی زیاد سختی نمیکشم، ولی خب سعی میکنم یه جوری نشون بدم که به شخصیتش هم بر نخوره. بزرگترین اشتباهی که کردی و ازش پشیمونی؟ رفتم به بوندسلیگا. چرا؟ چون اونا دیدشون نسبت به کشورها یه خورده متفاوت تر بود. کشورشون یا مثلا کشورشون هم همینجوری بود، ولی من اونجایی که کار کردم خب بیشتر حس کردم. تا حالا شده توی بازی گل نزنی شب خوابت نبره؟ خیلی خیلی خیلی. میگن گل نزدن ناراحت میشی. واقعا میشینی بهش فکر میکنی تا بازی بعد. مخصوصا دیگه موقعیت خراب کنم، اون دیگه 3 شب نمیخوام. بیشتر موقعیت خراب کنی گل نزنی ناراحتت میکنه یا اینکه مثلا توی بازی به بازی نرسیده گل نزدی، یعنی نبودی تو بازی که کمک کنی به تیمت؟ ببین مربیگری خب سلیقه‌ایه دیگه. یکی هست که با بازی من زیاد حال نکنه، شاید بازی نده. من مشکلی با این قضیه ندارم، با خودم بهش ثابت کنم که با بازی کنم، ولی خب اولیه خیلی برای من دردناک‌تره واقعا. یعنی تو بازی کنی و گل نزنی، به نظر من یه خورده آدم عصبی‌تر میکنه. یه چیزی در مورد خودت که شاید خیلی هم مردم ندونن. مهربونم. مردم نمیدونن؟ نمیدونم. مرسی.